کارشناسان وزارت کارهای داخلی روسیه به مقامات آن کشور پیشنهاد کردند که نسبت به مهاجران غیرقانونی عفو سراسری اعلان کرده شود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعش نوشت که چنین پیشنهاد با نظرداشت وضع فوق‌العاده گرفته شد. طبق تحلیل کارشناسان، هنگام پاندمی کرونا ویروس نو از 12 میلیون خارجی در روسیه تنها 2.5 میلیون نفر قانونی فعالیت داشتند. با نظرداشت این، کارشناسان وزارت کارهای داخلی توصیه دادند که در روسیه عفو مهاجرانی که جنایت صادر نکردند عملی گردد تا به گفته آنها این مهاجران از سایه بیرون آیند و به طور عمومی ثبت نام کرده شوند. عزت امان، حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید این حالا یک پیشنهاد است، اما به سبب آنکه از طرف مقامات دولتی ارائه شده است شانس اجرا شدنش خیلی بالاست و معلوم نیست که انا همین کرانتین و یا انا همین محدودیت ها تا کی دوام می‌یابند. بنابر همین از جانب خود حکومت روسیه همچنین یک پیشنهادای شده این تحلیلگران خود منبع مهاجرت هستند. درست است که معلوم نیست با چی می انجامد، ولی خب این یک پیشنهاد است. امیدوارم که این پیشنهاد قبول خود حکومت شود و به امضا رسد و مهاجران از این مشکلات بیرون بیایند. وی گفت که در صورت اجرای پیشنهاد ده‌ها مهاجر تاجیک امکان قانونی زیست و کار را در روسیه به دست خواهند آورد. حامی حقوق مهاجران میگوید اجرای این کار فرصت زیاد می‌طلبد و پیش از همه باید رویخط مهاجران یا شهروندان خارجی تهیه کرده شود که قانونی و غیر قانونی بودن کار و بودباش آنها را معلوم کند. وقتی که از جانب حکومت روسیه پیشنهاد شد که 3 ماه پول پتنت سپرده نشود، درست در بعض همه این پتنت ها میبایست از کار روند، یعنی بیکار شوند. به گمان من به خاطر همین برطرف کردن خلأ حقوقی یا اینکه تناقض حقوقی میخواهند که یک امنیستیا برگزار شود که این خلأ را از بین بردارد. مقامات روسیه میگن تا 1 میلیون اهالی تاجیکستان برای کار و زندگی در آن کشور قرار دارند. معلوم نیست چقدر از آنها قانونی و چقدر دیگر غیر رسمی کار و زندگی دارند. اما وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید تا این دم تقریبا 300,000 شهروند تاجیکستان با سبب‌های گوناگون از روسیه اخراج شده از حق ورود به آن کشور محرومند. به گفته حامیان حقوق، مهاجران تاجیک بیشتر به سبب مشکل در حجتگذاری و نقض قاعده‌های بود و باش در روسیه اخراج کرده میشوند. در این میان زیادن مهاجرانی که میگویند بیگناه و دست جمعی از روسیه اخراج کرده شدند. مقامات روسیه اکثر مهاجران را به مهلتی از 3 تا 5 سال از حق ورود محروم میکنند. در 2 هفته اخیر مقامات توسط پروازهای چارتری هواپیماها از مسکو به دوشنبه 10 نفر را آوردند که دادگاه‌های روسیه قرار اخراجشان را صادر کردند و آنها در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شدند. روسیه در سال 2017 به 10,000 شهروند تاجیکستان اجازه داده بود که سندهایشان را دوباره قانونی کنند.